که با مادر سخن ورزد بقر در جهان البته او رسوا شود پیش چشمی خلق عالم خوار شود هر که با مادر قدر ورزید که در کدام مادران باشد بهی حدیثی مصطفی دیدم نبی در وقتی تبدد شیسان با مادری زار خیف جان بود در وقتی تبدد شیسان بود با مادری زار خیف جان بود جهان خونجا جرمی تو در این جهان خونجا